این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. گهواره بصیرت مردان. آغاز گفتار پنجم. در خون من غرور نیاگان نهفته است، خشم و ستیز رستم دستان نهفته است. در تنگنای سینه‌ای حسرت کشیدم، گوهره بصیرت مردان نهفته است. خاک مرا جزیره خشک گمان مبر، دریای بیکران و خرشان نهفته است. خالی دلی مرا تو ز تاب و توان مدان، شعر ژیان میان نیستان نهفته است. پنداشتی که ریشه پیوند من گسست، در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است. اخبار سالنامه‌نگاران ویزنتی، ارمنی، سوریانی، سیاحان چینی در باب باشندگان سرزمین زیاد نباشد هم می توانند منظره و تصورات عمومی را به میان بیاورند. کاوش‌های باستانشناسی، بازیافت‌های چند سالی اخیر و پیدا گردیدن سکه‌های دوران مرموز امکانیت می‌دهند معلومات‌های آثار خطی را به قیاس بگیریم و از احوال و اوضاع کشور دلپرانه حرف بزنیم. موافق مواد در دست داشته کشور آباد و آراسته بود و مردمانش با زبان گپ می‌زدند که از سرزمین‌های دیگر فرق می‌کرد. اشرافان با کروفر در شهرستان می‌زیستند و عوام با پوشاک‌های پختگین و چرمی به زراعتکاری مشغول بودند. موافق داو دستکی موجوده سر و لباس شاه و ثروتمندان از شاهی و پخته بوده است. خاصه پوشاک‌های زنان ثروتمند که موضوع محاکمه دوران پسین گردیده بود. مثلا لباس ملکه هیتالیان فش دراز داشت که آن را از پشت کنیزان مخصوصی برای همین کار تعیین شده برداشته می گشتند. در این کشور قالین‌های بی اندازه کلان هستند، مثلا چون قالین‌ها که در بارگاه شاه ختلان گسترده بودند. این اقتباس از بابا جان غفورов است. این چنین رویه در عصرهای پسین در تخارستان جریان داشت. آثار باستانشناسی شهادت می‌دهد که ثروتمندان تخاری پوشاک و پر خوش‌دخت به بر می‌کردند. گل متا که به غایت کم تکرار می‌شود، بعضاً تمام وسعت متا را فرا می‌گیرد. در بین این گل‌های مقرری هندسی، گل‌های نباتی
سه‌برگه و سربرگه و غیره هستند. بعضا تمام روی متا را تصویر رمزی ماهی، شاخ آهو و غیره پوشانده است. نقش روی متای جالبی دقت می باشد که عبارت از چند دایره اندر هم است و در مابین صورت کدام یک مخلوق افسانوی می نماید که زبانش را برآورده ایستاده و دندانهای اشکش نمایانند. روی دیگری متا پر از دایره های پیوسته بوده. اندرون هر یکی آنها سراب یک پهلوی سری مرد نقش یافته است. عجایبش همین است که سر و لباس خدمتگارانی که در همین صورتها تصویر یافتند از متای یک رنگ بیگل دوخته شده است. یادگاری بلالیک تپه نزدیک به دهه انهار ولایت سرخندریای ازبکستان و بازیافت‌های فرخار اشاره به آن می‌کنند که در مورد مضمون و ماهیت گلدوزی‌های مردمی خاصه چکن صحیح‌تر بیاندیشید. سیاحان چینی، سویانزن و خویچاوا که در حدود سالهای 629-645 میلادی مهمان ختلانیان شدند، نوشتند که اینجا مردم سکونت دارند، خیلی غیور و جسور و از موینه و پختر لباس به تن میکنند. مقاومت و شکست دادن لشکر توانای ساسانیان دلیل است که مردانش رزم دیده و دلاور بودند. بنا به نوشته های سیاحان چینی آنها کمانکش های زبردست به شمار می رفتند. آثار پسآیندگان ثابت می کنند که سلاح جنگاوران اصلا شمشیر بوده است. در عصرهای 5-7 میلادی رزماوران تخارستان با کمان، نیزه، ژوپین، گرز و شمشیر مسلح بودند. بدن جنگاوران را زره بلخی حفظ می کرده است که صفتی بلند داشت. بسیار از محققان با آموختن شیوه و اصولهای عملیاتهای جنگی هیتالیان از افضلیت داشتن نیروی سواره در لشکرشان اظهار عقیده کردند. تخاریان جنگاور غیر از کمان مقرری کمان مرکب را نیز استفاده می کردند. تیر و کمان پیکان آهنین سپره داشت و بعضا پیش آن به 2 قسم تقسیم می شد. این چنین پیکان‌های کلان سپره یا سقیره نیز بودند که در نوک نیزه نشانده می شدند. عیان و اشراف شمشیر گرفته می گشتند. از روی تصویرهای تخارستانی دیوارها مردان در کمر خنجر داشتند که غلافهایشان با پلکچه های طلایی خاتمکاری شده بود. وابسته به این موضوع به کتاب باباجان غفورов تاجیکان مراجعه شد که از خطر ترک‌ها به سرزمین هیتالیان سخن می گوید. موافق آن 2 نیروی پرقدرت مقابل هم آویختند و سرور هیتالی آماده بود که ترک‌ها را دنباله گیرد، ولی وزیرش نگذاشت. در برخورد 2 قدرت انوشیروان ساسانی دست داشت که ترک‌ها را تحریک می‌داد. در این اوضاع نابسامان به نوشته حکیم فردوسی سرلشکر هیتالی غاطفر بود و او ز بلخ و ز شغنان و آموی و زم سلاح و سپه خواست و گنج و درم، ز ختلان و از کرمیز و ویسگیر ز هر سو سپه اندر آورد گیر. و موافق معلومات ها محاربه در نزدیکی بخارا به وقوع می‌پیوندد. یقین می شود که در این پیکار ترکان پیروز خواهند شد. چی اتحاد بزرگ به وجود آورده بودند. حکیم فردوسی این حالت را چنین تصویر می کند. بخارا پر از گرز و کوپال بود که لشکرگه شاهی هیتال بود. بشد غاطفر با سپاه چکوه ز هیتال گیرد آوریدی گروه. به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه به تنگی ببستند بر باد راه. سرزمین ختلان مقاومت و محاربه های زیاد را با دشمنان یاد دارد. دیج و شهرستان های ویران و ولنگار زیر خاک خفته این زمان به صورت آبیله ها یعنی تپه و تل های برجستند. با وجود ضربه های مهلک مردمانش 10 بار جان تازه یافته دیارشان را آباد کردند. در آن آوان در کشور شتر، میش، خچیر، گاو، مرکب فراوان بود. موافق نقل سیاحان مملکت دارای اسب‌های عالی جناب، مکان پلنگان سرخموی، احتمال شیر یا ببر بوده است. در خصوص رونق و رواج اسب‌پروری، پختکاری و انگورداری دلیل‌های خطی و بازیافت‌ها فراوانند. خاصه درباره انگورهای دراز چلیک مانند.
جمله مواد امکان می‌دهند از سلیقه خوب زراعتکاران سخن بگوییم. این حفریات به دست آمدن دانه‌های گندم، ارزن، ماش، دانه‌های شفتالو و زردالو، آلو، انگور، تخم خربزه و تربوز، پوسلاخ چهارمغز، پیسته، بادام، غوزه شهادتی اندیشه‌های بالا میباشد. موافق سندهای در دست داشتن مردان موی سر و ریششان را میتراشند. زنها برعکس دراز گیسوند. سر و لباس ساکنانش اساساً پختگی و بعضاً پشمی بود. شاه، عملداران و مردمش پیروی آیین بودا و دیاری بسیار معبد و کاهنان می باشد. تصویرهای وامانده شهرستانهای کهن و نوشته های سیاحان شهادت می دهند که مردم منطقه با ساز و سرود و رقص دلبستگی کامل داشتند. در اصل همین دستور هم باید باشد. مردم رزمنده صحنه عمل خود را در دوران آسایشته نیز فراموش نمی کنند. در حرکت و چرخ زدن‌های ارغشت عنعنوی، رعنایی اسب، چالاکی ببر و بال زدن‌های عقاب برملاست. هرچند بعضی علامت‌ها این زمان کاسته رقص جوان مردانه کمتر صحنه را زیب می‌دهد. پهلوی دیگر به ذخیره‌های طبیعی و مشکلات اجتماعی بستگی دارد. همه سالنامه‌ها از ثروت سرزمین، آب و عالم نباتات و حیوانات و خاصه ذخیره نمک دلیل می‌آورند. از مرغزاران صغیر، نخود و نسک، ماش و غله‌دانه معلومات فراوان داریم. در علم زراعتکاری اعتراف نمودن کوهستان تاجیک از نخستین مرکزهای پرورش گندم به گفته‌های ما دلیل قاطعانه‌اند. در این باره اکادمیک ویویلوف در سالهای 30 عصر 20 معلوماتنامه جالب دارد. درباره گندم سفیدک کلاب و پهن گردیدنش به منطقه های قراتگین نقل و روایت های شاهدان زیاد است. سالهای آخر صحیفه های تاریخ منطقه با دریافت آثار باستانی روشن‌تر می شود. یعنی ساکنان کوهستان و وادی برابر رزم‌آوری در شغل‌های دیگر دست سفید می کردند. فراغت استراحت و نشست و بزم که همسفری روزگار انسان هست. بنا به پژوهش عالم پختگار عبدالولی شریف زاده، لعلیه که ساکنان دهه بادامتو هنگام کشت پیدا کردن از موجودیت شهر و دهستان گواهی می‌دهد. ارزش علمی آن در دیگر سمت آنچنان گفته شد ظاهر می شود. یعنی معلومات نادری از شغل مردمان می‌دهد. لعلی 225 میلیمتر دیامتر و 30 میلیمتر بلندی داشته. در مرکز قسمی درونش یک چاروا هنگام خرامیدن تصویر شده است. در اطراف تصویر مرکزی باز به طور جداگانه سیمای 5 شخص در حالت نشسته کنده‌کاری شده‌اند که از آنها 2 نفر به صحبت، 1 نفر به نینوازی، 1 نفر به نواختن بربط و شخص دیگر به ریختن شراب مشغول می باشد. تصویر انسان ها با تصویر میوه‌گیری یعنی ظرف پایدار جدا کرده شده است. موجودیت لعلی و نگاره های کنده‌کاری از هنر نفیسه کلالان شهرک نشانه است. دیگر از شغل مردمانش که در یک کمپوزیسیون گنجانده شده است. وابسته به همین عبدالولی شریف زاده به شرح مصنوعات سفالین می پردازد که ساخت غلطی و غیر مقرری داشته متعلق زمان سامانیان است. سخن از ظرف گنبد شکلی با رنگ‌های جگری گلکاری شده می رود که تگش گشاده بوده. گرداگردی تنش 3 جا سوراخ 3 کنجه برای هوادارایی دارد. باستانشناسان حدس می‌زنند که آن شاید برای نگاه داشتن کپک باشد. اگر فرضیه عبدالولی شریف زاده را بپذیریم پس می‌توان از معروفیت کپک و محبت خاصه ساکنان سرزمین به این پرنده از دوران قدیم سخن گوییم. یعنی از شغل کپک‌بازی و تمایلی زیبایی پرستی و راحت افزایی صدایش تصورات حاصل کرد. ذخیره‌های طبیعی به ویژه نمک و 4 کان بزرگ معروف از مقدسات منطقه دانسته می‌شد. از این کان‌ها ساکنان قراتگین، درواز و طویل‌دره و بدخشان استفاده می‌کردند. این نکته را سیاحان و تاریخ نگاران پیشین تصدیق می‌کنند. با عقیده الباوم در مسلک هیتالیان نمک همچون یک چیز رمزی و مقدس اعتبار داشت. گمان می‌رود
رسومی غریبی بود با عنعنه‌ای که ریشش به ژرفنای تاریخ میبرد و تمام مردم تاجیک این عنعنه را پذیرفته در زمینه شعر، مقال و مثل ایجاد نمودند. همین عنعنه استوار تا به مرکزهای تمدن آریایی گسترش خورده بود. چنانه در دوران ایران ساسانی شاهان چون رمز صداقت به نمک سوگند یاد میکردند. این عنعنه تا امروز در کوهستان باقی است. سوگند به چنین شکل رایجند: نمک زند، نمک کورم کند، نمک خواند پیسم کند و غیره. و به رمز نیز هست که آدمی بی صدق و وفا را کورنمک، نمک حرام مینامند که برابر به لعنت کرده است. شخصی که خیر و سخاوت ندارد با نام بی نمک شناخته می شود. در این بابت در بخش‌های دیگر صحبت خواهیم کرد. انجام گفتار پنجم. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.